دهن و رودن دیگه، میدونی داخل اینستا همه فیس و ادایی و چشمبین چی میگن؟ روبین؟ دهن بین مثلا دیدی به حرف بقیه گوش میده، مثلا ظاهر بین ظاهر بینن. ولی آدم یوتیوب متوجه شدم که فوق العاده ساپورتیو هستن، همدیگه رو حمایت میکنن، با همدیگه حال میکنن، حتی موقع غذا خوردن همدیگه نگاه میکنن و خودشون. آفرین. پس ما هم یوتیوب میزنیم که خودمون رو بهتون معرفی کنیم. exactly. آره اینجوری شد که ما چنل یوتیوب یه خورده تغییر کاربری دادیم و استارت زدیم. و یه مشکلی هم که داشتم از این استایی بود که اقد توش پا میگرفتی یه سری آدم پیدا میشدن که آمار تو بدن و ازت بالاخره یک چیزی پیدا کنن برای به فنا دادن پیجت، مخصوصا تو شهر کوچیک ما. او شهر عزیزم کافیه که یکی از صورتت خوشش نیاد، فرداش اماکن بهت زنگ میزنن. اگه داری چیزی میگه چه ولی اینجا داشتن دوستی ساعتیه. نزدیک بود تصادف کنیم. اجازه نداری فوش بدیم. نکته داشته. آره نکته رو نشون دارم دیگه. آرزم به خدمتت که آره اما که مطمئنیم که از یوتیوب پولی نمیشه خب در بیاری به عنوان ایرانی، ولی به نظرم که واقعا به حس حمایت نیازمندم. که میدونم رو کم نمیدونم شاید بعد برم تو توییتر. نه همینجا خوبه. آره راجع به اسم من خیلی دو به شک میدم که اسممو چی بذارم یا اصلا میخوام چیکار کنم و اینا. دیدم که مهم نیست و تنها چیزی که به ذهنم رسید این بود که مچیم تو لهجه ما میشه نمیدونم، و وقتی که میشه مچیم چه یعنی اساسا نمیدونم، هیچ ایده ای ندارم، هیچ نظری ندارم، ولی موافقم. دیدی مثلا یکی میاد میگه بریم بیرون، تو میگی مچیم. میگم در جریان هستم که چه بریم بیرون یا نه. حد گفتم حالا ما چی بذارم؟ میگه خب چون که اسم پیج فریاده بذار لاکولیک. چی؟ لاکولیک؟ آره لاکولیک یعنی اینکه جیغ بزنی. داد و جیغ و داد. مثلا وقتی یه خبر خوب بهت میرسه تو فریاد خوشحالی احساس می‌کنم که اون حق مطلب رو نمیده. مثلا طرف میگن که چه میدونم یه خبر خوبی داخل خونهشون شد، لاکولیک مثلا میگن لاکولیک به پا شد، لاکولیک دادن، لاکولیک کردن. بله بچه‌ها امروز یه ذره زیادی کافئین خوردن. امروز الان داریم میریم که برسیم به فروشگاه یه خورده کلیپ ریل چی میشه تو یوتیوب چی میشه؟ شورت و ویدیو. ولاگ. بچه وقت زمستون میشه موتور سواری هم میریم. یه روز یکی از اینا منو گرفت، داشتم یه درخت خشک رو میبریدم، محیط زیست منو گرفت، فیلمشو دارم براتون میذارم. آره خب یه دیگه ما داریم بریم یه شهری نزدیک شهر خودمون که حدوداً یه مثلا نیم ساعت 40 دقیقه فاصله داره. شاید از نظر شما تو شهرهای بزرگ هیچ فاصله آنچنانی نباشه، ولی خب بریم با فاصله است دیگه. دوره خیلی دوره. آره خب فعلا خدا نگهدار. و توی این هین و بین، توی این گرما، توی این شرجی آقا امید من سرما خوردم و مفروض شدم. دستمال کاغذی با خودم از خونه آوردم، در واقع همینجوری بگردم در سطح شهر. دماغ من مقصدش بزرگه.
بله علی هم رفته بوده شخم مرغ بخره چون اینجا ارزون تر از شهر خودمونه. عمده فروشیه دیگه، عمده تخم مرغ. خورشید خوشگله. پس یه عمده چیز دارن، مرغ دارن که یه عمده تخم مرغ. اثرات کلداکس. این چه ماشینیه؟ اینو ببین. چه ماشینیه؟ اینو نشون بده، واقعا این قدیمیه. جیان مرغ. خیلی همون با اینا میرفتیم مدرسه. رفتم ما سرویس نداشتم. با خدا سرویس مدرسه واقعا چیز جالب انگیزناکی بود. سرویس؟ آره سرویس مدرسه. منم هیچ وقت نداشتم. سرویس مدرسه می اومد دنبال تو بوشهر گرما. سرویس مدرسه می اومد دنبالت، حالا یا با کولر یا بی کولر، به هر حال تو زود میرسیدیم خونه. میدونم مثلا بچه‌ها سوار ماشین میشن، کولر دارن، میرقصن، موزیک فلان اینا. البته اول دبیرستان داشتم. شروع کلاس. آره. او دیگه خونمون واقعا دور بود، اصلا امکان نداشت که برسم به خونه. بچه‌ها قراره بعد از 8 ماه ماشینمو بشورم. 8 حالا قبل و بعدش هم بگین. آزم ماشینم واقعا رنگش مشکیه ولی سفید شده. آره توسیه.